چطور که امشب تا وقت در بیرون هستی؟ آمدم که چند دقیقه آرام میشی. بدون من؟ چرا نمیتونم بدون تو باشم؟ نه. چی میخوای از من؟ صرف میخواستم همراهت گپ بزنم. مشوره برات بتونم. ما نمیخوایم که تو را بشنوم. نمیخوایم که هیچ کدید گپ بزنم. چرا نمیمونی من آرام؟ چرا نمیخوای این مشوره من رو بگیری؟ تا امروز هر مشوره‌ای که من در زندگیت برات دادم با نفعت بوده. مشوره تو چی به نفع من بوده؟ مشوره‌ام چی به نفعت بوده؟ امروز کل از این چیزایی که تو در زندگی داری، موتر، خانه، لباسهای شیک، ساعتهای برند و یک زن مقبول، کلگیش از خاطر مشوره‌ای من بوده برات. اما تو نیست؟ اما من از تو فقط یک نظر خوب خواسته بودم. همیشه از نظریات من تو نفع بردی و به فایده بوده. فراموش میکنی؟ اگر این تو در 100 سال دگام این زندگی را که ما برات دادیم تو نمیتونستی به دست بیاری. حقیقت تو چی است؟ حقیقتم چی است؟ حقیقتم اینمی است که ما به خاطر مشورهای تو بهترین رفیقم از پیشم رفت. اگه دوستت از دست دادی امروز تانستی که زنش رو به دست بیاری و همراه زنش کلگی سرمایه و بزنس و کمپانی شد. خبر شدم که او زن از تو عمل دارم است. اعتراض که در زندگی بعض اوقات یگان چیزایی را که از دست میتی یک چیزای دیگر رو به دست میاری. اگه دوستت از دست دادی امروز یک زندگی آرام به دست آوردی. تو در یک پارادوکس هستی و از این پارادوکس نمیتونی که برای تا آخر زندگیت. من میتونم این زندگی رو نمیال خلاص کنم. من که نخواهم زندگیت چی که تو حتی گپ زدن نمیتونی. چطور نمیتونم گپ بزنم؟ گپ بزنی؟ چیزی میخوای بگی؟ نمیشنم. گپ بزنی؟ بله. ما اگه نخواهیم تو گپ زدن نمیتونی تا زندگی تو بگیری. خب ناممکن است. فراموش میکنی که تو در یک پارادوکس هستی و از این پارادوکس هیچ وقت تو برآمدن نمیتونی. من تو میفهم که تو چی میخوایی بنوشی امیالا و تا سه بگویم همون چیزی را که من میخوایم را میخوایی. بس کن. ببخشید. اسپرسو. یک بسکی. یک دو. ببخشید. امر یک ویسکی بگیرین. ویسکی؟ بله. تو حتی در فکرت هم اگه چیز خطور کنه موضوع آگاه هستم.
تو هیچ وقت نمیتونی که مرا از بین ببری. چه باش؟ در حقیقت خودت خواستی که من باید در زندگیت باشم و همیشه برات نظریات و پیشنهادات بساختم. نمیخوای بشنوم، نمیخوای. من نمیفهم چرا نمیخوای که همراه من باشی و خوش باشی. این کارهای تا اله بتن. خیلیته؟ نشان شده فکر کنیم که مواد بیروز ادا آمده. حالا یک ویسکی خواست. این پای کافرش از خود. اوکی. نمیخوای بشنومت بس از چمای ویسکی دون. تشکر. اما چیز خوب است؟ بله، فقط سرم کمک گنج است. راستی یک پیشنهاد دیگه دارم برات. پیشنهادی که میتونه کل زندگی تغییر بده. مطمئناً به نفعت است. میخوای بشنوی یا نه؟